او هر زبان میداند. با او مجموعه از شیاطینی است که با مردم سخن میگوید. آسمان را میگوید ببار، فوراً میبارد. شخصی را از وسط به دو نیم میکنه، بعد اشاره میکنه و دوباره پس زنده میشه. با خود یک پیام دارد و او این که من خدای برتر شما هستم. دجال کیست؟ چی میخواهد؟ چی زمان بیرون میشه؟ محل بیرون شدنش کجاست؟ فتنه و فسادی که در روی زمین برپا میکنه، چی کسایی از او پیروی میکنن و سرانجام کار و کجا میکشن؟ در این برنامه